سلام، من اومدم با اولین ولاگ مهمونی پیجم. توی این ولاگ میخوام 3 تا از سالادهایی که روی میز چیدم و بهتون آموزش بدم. اولین سالادمون سالاد اولویه است. سیب زمینی و تخم مرغ و سینه مرغ رو میذاری آب پز بشه. یه قالب کردم توی مرغ میندازی که خوش طعم‌تر بشه. و بعد سیب زمینی و تخم مرغ رو با غذاساز خورد میکنیم و با هم ترکیب میکنیم. سینه مرغ رو ریش میکنیم و خیارشورها رو هم رنده میکنیم. همه این ترکیب رو با هم دیگه میکس میکنیم و من داخل نون توست گذاشتم و برش مثلثی زدم. ساندویچ های مثلثی رو توی یه ظرفی چیدم با سس مایونز، جعفری و هویج روش رو تزیین کردم. شما میتونید هر چیز دیگه بهش اضافه بکنید. حالا نوبت چیدن میز بود. من ظرفای چوبی رو انتخاب کردم و به تعداد مهمون ها که 14 نفر بودن باید تعداد ظرفامم بیشتر میکردم که همه دسترسی داشته باشم به میز مزمون. اینجا هم دارم به خواهرم توضیح میدم که قراره چی رو جایگذاری بکنیم. دومین سالاد اناره که توی پاییز خیلی طرفدار داره. 8 عدد هویج، 1 عدد گل کلم و تعدادی انار نیاز داریم. همه اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و بعد از اینکه رنده کردیم من از سس هزار جزیره استفاده میکنم و گلپر و نمک برای ادویه هاش. اینا رو با هم مخلوط میکنیم. روی درش هم از این درپوشا میتونی بذاری یا سلفون بکشی. اینا خیلی باحال بود، گفتم تو فیلمم بیفته ببینید شما. سومی سالاد خیار و پیاز هستش. خیارا رو حلقه حلقه میکنیم. پیازها هم به صورت پیاز داغ خورد میکنیم. این دوتا رو با هم مخلوط میکنیم. شیوید هم بهش اضافه میکنیم. ما سس مایونز هم بهش اضافه میکنیم. یه دونه هم سیر، فلفل سیاه و نمک و آب لیمو هم بهش میزنیم. همه این ترکیب رو با هم مخلوط میکنیم و نوش جان میکنیم. این گل همسرم برای اولین ماهگرد ازدواجمون گرفته بود و زحمت شام هم کشیدن دوستان. این هم عکس نهایی از میزمون. ممنون که تا اینجا همراه هم بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره.